سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. همدیاران عزیز، همشهری‌ها، مهاجرها، غریبا، پیش از همه شما رو به مناسبت ماه شریف رمضان تبریک میکنیم. خداوند ما رو به ماه شریف رمضان برسانه. دعاگو باشیم که همین کسل، همین بلوات سر از بین رود. بعداً به شما خبر خوش میرسونیم که فدراسیون روسیه محترم پوتین سند امضا رسانید که مهاجران را از پاتنت و از بودباش موقتی آزاد نمود از 18 اپریل تا 15 ایون. همین خبر خوش رو با شما رسوندیم و کارخانه‌های چی دولتی و چی خارجی که باشند که شما کار میکردن و کار کردنی هستید، شما در همون کارخانه میتوانید به پاتنت به بودباش موقتی کار خود رو دوام دهید. بعدا گفتنیم که ما کانالی نو هستیم، چی خبری چی کامنت های دیگه دارید میتونید در زیر نوار نویسید، ما با شما با طور ساده کرده جواب میرسونیم انشاءالله. لایک خود رو فراموش نکنید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.